پسر امین حیایی روی پدرش خط کشید. این پدر مگه چیکار کرده که دارا حیایی همچین تصمیمی گرفته؟ ماجرا برمیگرده به یه اختلاف عجیب بین این پدر و پسر. امین حیایی به پسرش میگه بیا برات یه خونه و یه ماشین بخرم، دستت هم یه جا بند کنم تو تلویزیون. ولی مرغ تنها پسر امین حیایی یه پا داره و میگه نه. چرا؟ چون میخوام استقلال مالی داشته باشم بابا جون. سر همینم امین حیایی یه مدتی ولش میکنه تا ببینه چی میشه این گل پسرش. دارا حیایی یه مدتی به خاطر چهره جذاب و تیپش میره توی صنعت مدلینگ و اینقدر خوب پیش میره که روی دست محمد رضا گلزار میزنه. ولی یهویی از اونجا میاد بیرون و وارد سینما و تلویزیون میشه، اما بازم به موفقیت زیادی نمیرسه و همچنان یه پاش توی تلویزیونه، یه پاش توی شغل خودش یعنی طراحی. جالبه بدون ایشون همچنان با 29 سال سن مجرده و خونه و ماشین آنچنانی هم نداره و میگه اگه از پدرم کمک بگیرم اون وقت اون زندگی من نیست که. برای همینم بهش لقب تنها آقازاده سینمای ایرانو دادن که از بابا جونش پول نمیگیره. حالا بعضی از مردم در واکنش بهش میگن همین فامیلی حیایی باعث شده چند نفر بیشتر بشناسنت. اونایی که با این حرف موافقن لایک کنن.